روز 18 آگوست سال 2022 دادگاه حربی در شهر سنت پتربورگ روسیه جوان 24 ساله از تاجیکستان خدایداد اکیموف را با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 سال اول حکم خود را اکیموف در شرایط سخت‌ترین در محبس پوشیده ادا خواهد کرد و 4 سال باقی مانده‌اش را در محبس نظامش سنگین. برنامه استیپن زشیتی در شبکه تلویزیونی پتربورگ در یک گزارش ویژه از تالار دادگاه خبر داد که خدایداد اکیموف به پتربورگ از تاجیکستان آمده در یک کارخانه به کار درآمد و همراه گروهی از هموطنانش در منزل در خیابان تاچکی نویه کیروف در قسمت جنوب شهر اجاره می نشست. ماه ایون سال 2020 فسب 7 باشنده این خانه را با اتهام پیروی به عقیده های تند اسلامی دستگیر کرد. تلویزیون پتربورگ در گزارشش با تکیه به مواد پرونده میگوید بنا به فرضیه تفتیشات این 7 نفر میخواستند به سوریه رفته به جنگجویان سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش بپیوندند، ولی پیش از این آنها قصد داشتند که به کارمندان پلیس در پتربورگ حمله آورده هم اسلحه به دست بیارند و هم باوری فرماندهان آینده خود را صاحب شوند. در صورت اجرا نشدن این نقشه آنها همچنین نقشه الترناتیوی کشتار مردم عادی را نیز بررسی میکردند. به گفته تفتیشات ماز خدایداد اکیموف هموطنان خود را به چنین فعالیت‌های تروریستی دعوت میکرده است. خود او برای شرح این اتهامات دسترس نیست، ولی بنا به گزارش تلویزیون پتربورگ اکیموف در جریان مرافعه به این اتهامات اقرار کرده تمام گناه را به گردن خود گرفته است. در سالهای آخر دهها مهاجر تاجیک در روسیه با اتهام مربوط به تروریسم و اکستریمیسم دستگیر و محکوم به زندان می شوند.